ببین ایلیس گوش کن، میگن بکش کنار. به من میگن UFC با موتور آلمان، یعنی یه جورایی میتونی به من بگی هیتلری که میتونه جهانتو سرویس کنه. 405 لاستیکم ترکید. میتونی خودتو برسونی به اینجا؟ آره فکر کنم بتونم بیام. اصلا نگران نباش پسر، یه دونه تاکسی برای کمک فرستاده. آره میبینید یه دونه تاکسی زرد میاد جلوی زانتیا. باید سریعتر از اونجا بیاریمش بیرون، وگرنه یه دور عقب میافتی با این مسابقه رو نمیتونی ببری. ببین اصلا نگران نباش، ما رنا پیجیو داریم. ای فسکلی ببینم چی کار میخواد بکنی. این تعمیرات یه جوری حکم برنده شدن و باختن هلیکوپتره. دمت گرم. باورم نمیشه. این سریع‌ترین تعمیراتی که تا حالا دیدم. فوق‌العاده بود، اما یلیکس هنوزم باید بجنبه تا به اونا برسه. تو برنده ای ماشاءالله. یعنی باید یلیکس از این تعمیراتش قدردانی کنه، یعنی واقعا کارشو خوب درآورد. میتونم بهت بگم آفرین. نگاه این نمای بالای ورزشگاه رو دارید میبینید. ورزشگاه کیپ تا کیپ پر شده از هر زاویه‌ای که ما داریم ورزشگاه رو مشاهده میکنیم. ورزشگاه پره، یعنی یه جو وحشتناک رو داریم الان مشاهده میکنیم. واقعا وحشتناک و بسیار زیبا هستش این جو. یه دلیل حضور این همه تماشاگر به خاطر مربیگری 405 هستش که اینجا حضور داره. بله همچنان یلیکس پشت سر UFC همچنان داره حرکت میکنه و هی داره نزدیکتر میشه. از تو هیتلری ها؟ ای بابا باز جومتی برو گم شد دیگه. بله همچنان UFC یه تنه کل بازی رو به هم میزنه. واقعا این کارش خطاه، ولی همچنان یلیکس داره تعادل خودش رو حفظ میکنه. عجب بازیکنیه این یلیکس. آفرین بهت تبریک میگم. وکلتم استاد 405. ماشاءالله املکار ماشاءالله. بله فعلا یلیکس داره با فاصله زیاد داره پیش میره. برو ماشاءالله سلطان جاده. به بالا کنار دیگه، پیرمرد داره کلافم میکنی. مثل اینکه دلت میخواد بزنم پرچی اون بالا. یه تکل بعد از UFC من اینجا داریم میبینین چقدر بد زد اینو. سانتیو اوه خدایم، واقعا فکرشو نمی‌کردم در این حد خشن کار کنه جناب پلاس توربو. این کارش اصلا درست نبود. این کار عجیب از یلیکس رو ترمز کرد اونجا. عجیبه واقعا. من بردم جناب پلاس با این وجود قهرمان این لیگ میشه. یلیکس به طور عجیب ترمز میکنه در اینجا. حالا هدفش از این ترمز چیه خدا میدونه. حالا همه آماده ایم که ببینیم یلیکس میخواد چی کار بکنه، هدفش چیه. چی کار داریم میکنی یلیکس؟ زانتیا باید آخرین مسابقهش رو تموم کنه. میدونی با همین کارت جام قهرمانی تو از دست دادی؟ یه روز پژوی قدیمی بهم میگفت اون جام طلایی فقط یه ظرف تو خالیه. برای همینطور که دارید میبینید این مسابقه هم داره به اتمام میرسه و یلیکس داره به زانتیا کمک میکنه که آخرین مسابقهش رو تموم کنه. چرا هیچ که اصلا نگاه نمی کنه؟ تو واقعا ماشین بیزاتی هستی. و اینم سوت پایان این مسابقه و این بازی هم به اتمام میرسه و ما رو به خدای بزرگ میسپارم.